تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطور یک صدا رو به فایل HTML تون اضافه کنید. اینجا ویدانه و بریم سراغ ویدیو. خب برای اضافه کردن یک صدا به فایل HTML تون شما به تگ آدیو نیاز دارید. بعد داخل تگ آدیوتون شما باید صفت سورس استفاده کنید تا آدرس فایلتون رو بهش بدید. برای مثال من یکی رو میخوام انتخاب کنم. اسمش رو کامل کپی میکنم و بعد داخل صفت سورس یا ویژگی سورس هم پیستش میکنم. اما همونطور که میدید اتفاقی نمیفته. علتش هم اینه که ما باید داخل تگ آدیومون از صفت کنترلز استفاده کنیم. ما با استفاده از صفت کنترلز میتونیم آهنگمون رو شروع کنیم، استاپش کنیم، بزنیمش جلو، بزنیمش عقب، صداش رو میوت کنیم یا کم و زیادش کنیم یا حتی سرعت پخشمون رو مشخص کنیم. یه ویژگی دیگه که میتونید ازش استفاده کنید ویژگی اوتو پلی هستش. با استفاده از این ویژگی وقتی که سایتتون رو باز میکنید آهنگتون به صورت خودکار پلی میشه. اما این قضیه ممکنه برای مخاطبین سایتتون آزاردهنده باشه. پس اگه از این ویژگی استفاده کردید حتما مطمئن شید که از ویژگی میوت هم استفاده میکنید تا اگر آهنگ به صورت خودکار پلی شد حداقل میوت شده باشه. یه ویژگی دیگه ای که میتونید استفاده کنید ویژگی لوپ هستش. ویژگی لوپ آهنگ ما رو توی یه حلقه میذاره تا وقتی آهنگمون تموم شد دوباره خودش به صورت خودکار شروع بشه. برای مثال من آهنگ رو این ته میذارم تا ببینیم دوباره آهنگمون شروع میشه یا نه. خب همونطور که دیدید دوباره آهنگ من شروع شد و توی یه حلقه یا همون لوپی قرار گرفته که وقتی تموم میشه دوباره از نو شروع بشه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا این ویژگی‌ها هیچ مقداری جلوشون قرار نمیگیره؟ مثلا ویژگی سورس جلوش یه آدرسی قرار گرفت ولی اینا هیچ مقداری ندارن. علتش هم اینه که این ویژگی‌ها ویژگی بولین هستن. بولین یعنی چی؟ یعنی یا مقدارش درسته یا مقدارش نادرسته، یا تروه یا فالسه. وقتی هم که ما این ویژگی رو اینجا می‌نویسیم یعنی مقدارشون رو برابر ترو گذاشتیم. پس دیگه لازم نیستش ما به صورت دستی مقدارشون رو براشون قرار بدیم. حالا فرض کنید مرورگر ما از فایل mp3 پشتیبانی نمیکنه که فکر نکنم همچین مرورگری وجود داشته باشه، ولی بیایید فرض کنیم همچین اتفاقی افتاده. تو اینجور مواقع بهتره که یه فایل جایگزین برای تگ آدیومون قرار بدیم. برای این کار من این قسمت رو حذف میکنم و بعد داخل تگ آدیوم از تگ سورس استفاده میکنم و بعدش آدرس فایل قبلیمو اینجا پیست میکنم. همونطور که میبینید چه با روش قبلی چه با این یکی روش توی خروجی سایتمون هیچ تغییری اتفاق نیفتاد و جفتشون دارن یه کار انجام میدن. خب حالا من یه تگ سورس دیگه اینجا پیست میکنم. حالا برای این مثال فکر کنید من فایل ویو این آهنگ رو هم دارم، پس آدرس ویوش رو اینجا مینویسم. حالا اگه فایل mp3 منو مرورگرم پشتیبانی نکنه یه فایل ویو دارم که ممکنه اونو پشتیبانی بکنه. حالا که فایل mp3 و فایل ویو رو مشخص کردید بهتره که برای مرورگرتون مشخص کنید که نوع این فایل چیه. نوع این فایلمون میشه آدیو یا همون صدا و فایل mpeg هم هستش یا همون mp3 خودمون. برای این یکی هم مشخص کنیم. نوع این فایلمون هم میشه آدیو اما این یکی ویو هستش. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت از کانال لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگر بدرود.